امیرم کفر نمیشماره. یقین به الله بکنی مردم در کریسمس قطعی مردمای نصارا شریک میشه، او را تجلیل میکنه، خوشی میکنه، اینم کفر نمیگه. دوستی جگری با کفار خو یک امر خیلی مهم است، اینم کفر نمیگه. علت چیست؟ علت است که ایمان نفهمیده، یا اسلام درک نکرده که اسلام ایمان چی است. از او خاطر ایج نمیفهمه که کفر چیست و کافر چی است، احکام کافر چی است. بس دیگه زندگی پیش ببر، خلاص. هر رقم کی است، شوهر اگر سیاستیت هر رقم است خلاص، بچه در رقم است قطعش زندگی کده برو. دنیا کمونیست شده، می افغانستان کسی تعلقی خود قطع دیم روی بچه خود نه، ابو رقم قطع زنی خود قطع کرد نه، قطع برادر خود قطع کرد نه، ابو چیز بود هنوز دفاع از پیشش میکرد. چرا؟ علتش بود که ایمان نمیفهمیدن. اگر یا ایمان نمیفهمیدن گاهی هم ابروی ازوا چی دفاع نمیکرد. و وجدنا اکثرهم لفاسقین، و ما نیافتیم اکثریتی از چی، و این وجدنا یقینا یافتیم اکثرهم زیادتری از یارا لفاسقین. فاسق کسی را میگه که از اطاعت خود میکشانه، یا نه پابند تعهدات بودن و نه در عمل چیزی را نشان دادن که واقعا احکام الله را عملی میکردن. همین دو چیز دیش نبود. انصاف قرآن کریم ببینه، جوانا از احتیاط کار بگیره. الله متعال قومای سابقه را اون هلاکتش بیان کرد، اما شدم قطعی پیغمبر یک نفر دو نفر ایمان آورده، امون نقطه را قرآن لحاظ میکنه، از امون خاطر قید اکثریت ذکر میکنه. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، ما با اکثریتشون تعهدات پورا کردن نیافتیم. یعنی شده میتونست امرای پیغمبر چند تن که ایمان آورده بود و تعهدات داشتن. امی قدر نکته را در نظر میگیره. امی نکته را هم قرآن تر کتاب انصاف است. ما قلم نعوذ بالله محور سری او برادرایی که محنت میکشه، زحمت دین میکنه، قلم کش نمیکنیم. چرا؟ به خاطری که اینی کار اینی گپ دیش وجود نداره، اینی گپ دیش وجود نداره. قلم محور بکش، تباه کردی خدا. نکو تو اسراری ازوره، کاری ازوره نمیدونی. یک نفر بالکل دیتور یک حالتی تو میبینی که بالکل حکم کفر برش میکنی، لیکن خبر نداری که او به کدام مقصد در اونجا چی میکنه، رفته و چی کار میکنه. تو برای تو ضرور نیست که فتوای کفرش صادر کنی. الله متعال از تو سوال نمیکنه که فلانی رو چرا کافر نگفتی. احتیاط کن، چرا اونم کلمه کفر بر میگرده سری خودت. دو اگر موجود نباشه مصداق کفر تو میشی. از او خاطر در این طور فتواها قطعا جرأت زیاد نکنی، احتیاط بکار است. از قرآن درس بگی. قرآن حتی کم یک نفر برای امر پیغمبر ایمان آورده، تعهد خود پوره کرده، کلمه اکثریت ذکر میکنه، نمیگه مو قوما کلش بیتور بود. ثم بعثنا من بعدهم موسی بیااتنا. واقعا یا داستان موسی علیه السلام جداگانه از انبیای سابقه ذکر میکنه و زیادتر در قرآن کریم بسیار واقعات موسی علیه السلام ذکر میشه. تقریبا به نسبت دیگه انبیا علیهم السلام داستان موسی علیه السلام به تفصیل ذکر میشه. چرا؟ وجه شیست. یکی خو نزدیکی موسی علیه السلام با پیغمبر علیه السلام است. چرا؟ زمانی که پیغمبر دعوت میده، اکثریت مردم در هر جای کسانی هستند که خود تابعدار موسی علیه السلام اعلان میکنن، خصوصا در مدینه. در مدینه منوره زمانی که نور دعوت روشن میشه، پیغمبر علیه السلام دعوت دین میده، نصرانی هیچ کسی هم نیست. اونجا اکثریت از کیسته؟ بگه یهود است. از همون خاطر قرآن کریم داستان موسی علیه السلام میاره. الزام بالای امو یهودایی است که در زمان پیغمبر علیه السلام موجود است که اونجا شما دعوا داری که ما موسی علیه السلام قبول داریم، تورات قبول داریم. به تورات موسی علیه السلام چی برنامه داشت؟ او برنامه مغایر بود با برنامه پیغمبر علیه السلام؟ نه. دوم نکته، زندگی رسول الله، دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم آنقدر شباهت بزرگ با دعوت موسی علیه السلام داره که هیچ پرسان نکن. اگر کسی میخواه که ما زندگی پیغمبر علیه السلام پی ببرم، مردم قطعش چی کرد، چی عکس العمل بود، طاغوتا در مقابلش مقابله کرد، پیغمبر چی کرد، داستان موسی علیه السلام مطالعه بکنه، مکمل داستان پیغمبرم چی میکنه پیدا میکنه، مکمل شباهت زیاد داره. از همون خاطر قرآن کریم این داستانه زیاد ذکر میکنه. سوال دیگری که همیشه در ذهن انسان خطور میکنه ایست، همین داستانا در صورتهای مختلف میآید. آدم فکر میکنه یا کلش تکراری است، اما در حقیقت تکرار نیست. هر صورت یک موضوع یا محور جداگانه داره.
جزی واقعه، یک گوشه واقعه را میگیره، در مو صورت الله متعال ذکر میکنه، میبینی که در صورت دیگه گوشه دیگر را گرفته و او هدف دیگر را دنبال میکنه. مثلا در این صورت الله متعال ثابت میکنه که هر پیغمبر آمده دعوت توحید داده، علنی داده، بدون ترس و لرز داده، خوف از کسی نکرده. مردم در مقابلش چی کرده؟ گل در گردن پیغمبران انداخته، مقابله کرده، مخالفت نشان داده. نتیجه چی شده؟ هلاکت. امی سه نقطه عالی در داستان موسی علیه السلام براتان پیش میاد که موسی علیه السلام یک شخص است، غیر از هارون علیه السلام همراهش کسی دیگری نیست، اما مقابله با یک طاغوت جهانی، طاغوتی که شهرت جهانی داره، فرعون، چطور شده میتونه؟ چی درس برای ما میده؟ آیا زمانی که دعوت دین شروع میشه انسان بگویه که امکانات برای ما حاصل شوه؟ ما امکانات که پیدا کردیم باز مردم دعوت میدیم؟ امکانات برای آدم برابر نمیشه. اگر همه چیز ممکن باشه و کل امکانات امروی آدم باشه، خب یک دم کل گیر مسلمان میسازه، نمیمانه. لذت زندگی محنت آورد نمیسته که تو چیزی نداری مقابله میکنی. امروی چیزی وجود نداره لیکن تو مقاومت میکنی. چرا میکنی؟ نفس خود در خطر میبینی، ابروی خود، مال خود، اهل خود، جان خود، کلش در خطر میبینی. خب امی کلی خطرات میپذیری، خطر دین نمیپذیری. این امتیازیت است. امتیاز دعوتگرای حق اینه بیسته که یا کلی خطرات میپذیره، خو خطر دین نمیپذیره. میگه دین در خطر نشوه، ما در خطر شوم. موسی علیه السلام در خطر شوه لیکن دین الله در خطر نشوه. مردم درک کنه که رب کیست. فرعون رب است یعنی که رب العالمین است. کدام است؟ این را بر ما واضح میکن. این داستان عالی یکه. ثم بعثنا من بعده موسی، بعد از روان کردم پس از این قومای سابقه موسی علیه السلام، اما تو روان کردم به آیاتنا، با دلایل توحید خود، به آیاتنا، با معجزات خود. با کی؟ الی فرعون، بسوی فرعون. فرعون اصلا لقب پاچاهای مصر است، مثل که کسرا لقب پاچاهای فارس یا ایران است. قیصر لقب پاچاهای چی بود؟ رومیا بود. این لقب است. اصل نام ازی به نزد بعضی مفسرین قابوس است. خب پاچا در زمان موسی علیه السلام کی بوده؟ کل زیر فرعون میگفت. اما کدام پاچایی که در زمان موسی علیه السلام است، سرسختترین، ظالمترین، از او کده بدبختترین شخص دیگری نیسته، او حاکم است. الله متعال به همچو شخص موسی علیه السلام روان میکنه و ملائه درباریایش، به درباریایش موسی علیه السلام روان کرده. درباریا را خمیش ناسه، کلان گپا که میزنه، چاپلوسی پاچا را میکنه. همیشه اگر او بگه که این روز نیست، تاریکیست، میگه بله صاحب. تاسف در اینجاست که الله آدم نگاه کنه. ما عالمی را دیدم، الله اکبر، ما قاری صاحب دیدم که یک شخص اگر میگفت که ایلاسپیکر هیچ صدا نمیده، در حالی که بیرون غم چیسته، صدا شورش اینده کجا میرسه، میگه بله راست میگی. ما عجیب است. الله رحم بکنه. اینی طور مردمات درباری است، چیزی که پاچا ملاها و علمای درباری میباشه. ملاها و علمای درباری و نموسته که هر امر برای پاچا چی میده؟ روایت جوازش داده رویست، فتوا داده رویسته. آلی هم شما بالکل بس چشم سر مشاهده میکنی این مردم ها وجود داره. چیز دیره که دولت بخواه که اینی دیگه چیزه یا نمیگه، گاهی هم نمیگه. اگر هر قدر جنایت باشه نه. خب فقط دولت چی بکنه؟ فظلموا بها. قوم چی کرد؟ قرآن در یک نکته اول اجمالی بیان میکنه. معجزات با موسی علیه السلام روان کرد، دلایل پیش کرد موسی علیه السلام و ظلم کردن. ظلم اینجا چی معنا داره؟ قدر امی معجزای موسی علیه السلام نشناختن. یک انسانی که برای خیرخواهی تو میایه، انحراف و کجی که در تو پیدا شده او را راست میکنه. دیگه از این که بهترین تو باید خوش شوی، قدری از او را باید داشته باشی. ما امروز پاچه را برزدیم که کسی خدمت در دین میکنه تکفیرش کنیم، کافر برش بگویم، دولتی برش بگویم، ناما سرش بگذاریم، مردم از درس و تدریسش منع بکنیم که در پیشش نرو. خب خدمت به دین کردی، خب خدمت صرف به یک گپ به پیش الله رفته نیستی. تو در سخن خود نمیدانی که تو چقدر جنایت به دین کردی، قدرش ندانستی. موسی علیه السلام آمد همینطور و بگه کسی مرا میگه که توسل جایز است، شما گمراه شدید. من خیلی خب بیا گمراهی ما را راست کن.
هنوز قدری تا میکنیم میمانی خوب برات میدم. ما خطا شده باشیم بالکل به سر چشم میپذیریم. خود تو همی کجی ما را درست کن. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اجمال است، اجمال. بی مخاطب، بی پیغمبر علیه السلام چه قسم بودن؟ جامع کسایی که همیشه فساد پیششان بود، عادتشان عملشان فساد، دیگه چیز نبود. اینو تفصیل میکنه. چه قسم آمده بود موسی علیه السلام به فرعون؟ و قال موسی یا فرعون، موسی علیه السلام یا فرعون، درباریا اوهو پاچا را دامیشه بگیره، کامیشه میکشه، خبرداری نه؟ حالی جلالت معاب دیگهش بگه جناب فلان، جناب فلان استازه که عالی با الحمدلله در علمای عربی گفا وجود نداره. جامع المعقول والمنقول، زبدت العلماء، عمدت الاسفیا، در پیرای نمیتور القاب داده رایسته، کلش واهیات است، دروغ است، غلط است. نه جامع معقول است نه منقول است. امو جامع منقول و منقول بگو دعایی که به حدیث صحیح بعد از نان خوردن آمده بگو. اگر گفت من دست خدا قطع میکنم، نمیتونه گفته. چرا که همیشه سر و کارش با نمو فنون است. قرآن و حدیث هیچ سر و کار قطعش نداره. خب مردم او را جامع المعقول میگه. به فرعون همیطور کسی فرعون گفته میتونیست؟ نه، فرعون ربی خواهد، فرعون جلال المعاد میگفت. لیکن موسی علیه السلام در اول مرحله چاپلوسی را دور مندازه، حراس میراس نداره، میگه یا فرعون انی رسول من رب العالمین، من پیغمبر هستم، فرستاده شدیم از طرف ذاتی که رب العالمین است، ذاتی که مالک متصرف کل مخلوقات است. تو یک مثل در قبضیت است خود بالا میتراشی؟ نه، ما از جانب ذات آمدیم که کل جهان کائنات در زیر تصرفش است. بیان میکنه برش. چی میگه؟ حقیق علی الله اقوله. این گپاره که میزنه موسی علیه السلام همراه هارون علیه السلام است، کسی دیگری پشتیوان نداره، سوم نفر وجود نداره. چی میگه؟ لایق است بر من الله اقول علی الله الا الحق، که من نگویم بالای الله مگر چیزی که واقعیت داره و درست و راست است. امور بیان میکنه. شده نمیتونه که الله مرا انتخاب کنه برای رسالت و ما باز نعوذ بالله گپای دیگر قطعش یک جا کنه. عالم باید همینطور باشه. زمانی که تو را الله متعال عزت میده به علم قرآن و حدیث، مناسب نیست که تو سخن کسی دیگری را ترجیح بالای کتاب الله و سنت رسول الله بدی و بیان دیگه چیزا بکنی. بعد کتاب الله و رسول الله را پیش کنی. الله برات عزت داده، موقع داده، مقام داده، از امو استفاده بکن، غلط استفاده نکن. موسی علیه السلام امیر میگه که من خو الله مقام داده، پیغمبر هستم، پس سخنی را میگم که واقعیت داره. کدام اسو؟ قد جئتکم ببینه من ربکم. همونطور بی اساس دعوا ندارم، پوچ دعوا ندارم، سند دارم. آمده این برای شما ببینه، به دلیل واضح، من ربکم، از او ذاتی که مالک و متصرف شماست، تربیت کننده شماست. تکان میخوره فرعون کی رب خو مستم، یکی برای ما یک رب دیگر پیدا کرده. فارسل معی بنی اسرائیل، روان کو قطمه بنی اسرائیل. ای بیگار کشی ها، ظلم، ای فشار، شکنجه، ای تحقیر، توهین دیگه بس. انبیاء علیهم السلام برای آزادی مستضعفین آمده، مظلوما آمد. برنامه پیغمبر تنهایی نیست که تنها بگویه که من پیغمبر هستم. برنامه پیغمبر هر نقطه که در اونجا خیلی نمایان است امور پیش میکنه. نقطه نمایان در حکومت فرعون امی بود که بنی اسرائیل بیچاره سخت زندگی ذلت آور میکشید. زنا چی شده بود؟ مستخدم شده بود. بچه ها چی میشود؟ در پیش رویشان ذبح میشود. آلی برش میگه بنی اسرائیل امرای ما آزاد کن. ما آمدیم یکی رب برای شما معرفی بکنم که رب کیست؟ فرعون خود رب معرفی کرده بود. میگه نه رب تو نیستی. دوم ای بنی اسرائیلی قوم مستضعف دیگه بس است. امی قدر ظلم در حد نهاییش رسیده. قال ان كنت جئت بآیت فات بها. فرعون برش میگه اگر آمدن کدی به یک معجزه بیار امو معجزه تا. ان كنت من الصادقین، اگر راست میگی. فرعون است، فرعون ظالمترین شخصیت در جهان، در دنیا. اما موقع به موسی علیه السلام میده برای ارائه کردن دلیل خود. خو عالم ما در سر منبر میبره به مردم میگه ها مردم، کسانی آمده
کلاگک سفید داره، قرآن حدیث هم بیان میکنه، شماقتش دلیل گفته نمیتونه، از سوته کار بگیری. با مجرد که کلمه توحید گفت ده فرقی سرش بزنی. دستور قرآن ببین، بیان قرآن ببین، بیان علما را ببین. این علما چطور طمع داشته باشه که در روز قیامت توقعی رفتن یا داخل شدن جنت الله را داشته باشه. خود هیچ بیان نکرد، خود مردم در تاریکی نگاه کرد، ملکی خود پیش برد، خدا تغذیه کرد، امرار معاش خود از زمین مردم عوام کرد، به حیله های مختلف برای خود نان مهیا کرد. مرده 40 شو بعد پلو در خانه ملا بره. شما در شمالی بری، مرده که میشه 10-20 روان است پشت کده، 10-20 را ملا صاحب میگیره. کسایی که در شمالی و در کوهستان ملاسته، خانهش پر از بستر است. عجیب است. تمام عمر یک کلمه توحید برشان تشریح نکرده. شما باور به الله بکنید، امیالی در 100 نفر استاد کنید، اگر در 100 نفر 2 نفر مفهوم و معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را یاد داشت، من دستی خود قطع میکنم. کلمه را تشریحش خوب بگذار که لا اله الا الله چی مقصد داره. نه، این گپ خو نیست. سوال که میکنی چند سال در این مسجد تیر کردی؟ 20 سال 10 سال میگه. خوب. فرعون موقع میده به موسی علیه السلام، میگه بیار معجزه که تو داری، دلیلی که تو داری. فالقى عصاه، موسی علیه السلام به حکم الله متعال عصای خود میندازه، فاذا هی ثعبان، ناگهان یک اژدهای بزرگ است، مبین و آشکارا. اژدهاست، اژدها. تفاسیر نوشته میکنه که فرعون خیلی ترس خورد، خیز زد، در زیر تخت خود پنهان شد. اما بعضی دیگه گپا را میگه، پیشابش میگه جاری شد، سلسله بول شد دیگه. خیر، بله، معجزات الهی همین قسم هیبت داره. ما اگر تقوا داشته باشیم، یقینا پابند دین الله داشته باشیم، شما باور به الله بکنی قدر هیبت می داشته باشیم که پرسان نکن. وجودت خرد می باشه اما هیبت دی قدر بزرگ است که هیچ پرسان نکن. کلی گپ در کجاست؟ که تو خوف از الله متعال بکنی. تقوا در وجودت پیدا شوه، مردم از پیشت هیبت داره. خصوصا کسانی که عقیده و ایمان نداره، سخت ده حراس می باشه. خب تأسف در اینجاست که ما یقینا تقوا نداریم، اخلاص نداریم، رابطه ما با الله قوی نیست، خوف ما از الله زیاد نیست، مردم هم از پیش ما حراس نداره، بلکه ریشخند میزنه سر ما. علتش این نیست. موسی علیه السلام پیغمبر است، از او خاطر از پیش حراس داره. خب این معجزه بود که تهدید میکرد، میترسانی دواره. و نزع یده، کشید دست خدا. در دیگه جا آمده که موسی علیه السلام در گریبان خود دست تیلا میکرد، پس از او میکشید. فاذا هی بیضاء، ناگهان سفید، للناظرین، برای بیننده ها بود، می درخشید. یک نوع سفیدی و درخشیدن بود که قرآن امور ذکر کرده، دیگه کیفیتش با ما معلوم نیست. این دیگه نشانه چی است؟ خیرخواهی و نشانه بشارت است که موسی علیه السلام اینی قدر توانمندی را داره. بیای سیاست های فرعون آشنا شیم. برنامه فرعون چیست و امو برنامه فرعون امروز مقایسه کنه با برنامه امریکا، با برنامه روسیه، با برنامه تمام امی طاغوتای جهان که کدام برنامه را تعقیب میکنه؟ امو برنامه فرعون است. فقط وسایل یک کم پیشرفته شده، تغییر در وسایل آمده، در اصل هدف، در اصل عمل، در اصل استعمال اسباب نآمده. امو قسم برنامه است. شما میبینی حالی که فرعون از چی کار میگیره. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. در دیگه آیت آمده که خود فرعون گفت که ساحر است و این جمعه که چاپلوسا و غطایت درباریا ای گپا را گفته، اردویش گفته. شاید اول گپ فرعون گفته، بعد از او همی گپ فرعون چی کرده؟ همی غطایت دیگه تایید کرده و زمزمه داده، به خاطر که مردم چی بکنه؟ بگه فکرش بگردانه.